میخوام در مورد یه اصل ساده اما حیاتی باهاتون صحبت کنم. اونم اینه که وقتی تصمیمی میگیرید بلافاصله اقدام کنید. میدونید نقطه مشترک تمام افرادی که به موفقیت رسیدن این بوده که حد فاصله بین تصمیم گیری و عملشون تا حد امکان کوتاه بوده. چرا؟ چون همون گام‌های اول هستش که کوچیکه ولی همون اول شما رو به موفقیت میرسونه. وقتی تصمیم مثبتی میگیرید بیدرنگ اقدام کنید، تعلل نکنید، منتظر شرایط ایدئال نباشید. با اعتماد به خودتون، با تلاش مستمر شما میتونید به موفقیت برسید. شرایط ایدئال به دست آوردنی نیست، ساختنیه. اونم به دست خودتون هستش. گام اول همون چیزی هستش که شما رو از بقیه متمایز میکنه. موفق باشید.